افسوس طاغوت از حال ملاهای سو تاجیکستان. ملاهای سو در هر جا هستند، ملاهای خوب در هر جا هستند و ملاهای سو در هر جا هستند. خداوند مولانا عبدالعزیز رحمت کنه همیشه شوخی میکرد، میگفت که ما گل حاجی داریم، گو حاجی داریم. عذر میخوام از این کلمه، گل مولا داریم و گو مولا داریم. خوب بد همیشه هست. خود ما یعنی خیلی کورکورانه باید نکردیم. افسوس که داملای ما در جاها مردم حقیقت را نمیفهمونید. قرآن این البته قصد سو داره. خود ما یعنی خیلی کورکورانه باید نکردیم. افسوس که داملای ما در جاها مردم حقیقت را نمیفهمونید. قرآن از یاد بداند تحصیل کرده معنیش نمیفهمید. آقا حقیقت رو بگن شما سرشون میبرید. حقیقت شما وقتی که حجاب من میکنید، دین رو من میکنید، تا مسئول شما هستید، مسئول رهبران جامعه هستند که نمیذارن مولای خوب حرف بزنن. آیت میخواند خاری از یاد کردگی معنیش صرفا نمیرود. چه گفته است؟ چه معنی دارد؟ درست نیست. بله، هر جا که به قول مثال هر جا که خرسه جای ترسه. وقتی شمشیر بالا سرشونه از کجا معنی رو خوب بگوین؟ وقتی شما نمیذاریم برن جای دیگه علم یاد بگیرن، بعد از 70 سال ظلم جماهیر شوروی، چه بسا که بسیاری از ملاهای اونجا جاهل باشن. اونو که جاهل هم نیستن شما نمیذاری حرف بزنن.